بشود. خواهش میکنم سلامت باشید. خب کلاس داره ضبط میشه بچه‌ها. ما هفته قبل یکی از اسلایدهایی که برامون مهم بود این اسلاید بود. یه نفر داوطلب میخوایم که این اسلاید رو مختصر مفید برامون مرور کنه ببینیم چی میگفت این اسلاید، حرفش چی بود. کی صحبت میکنه برامون؟ سریع دست بلند کنید. هیچکس؟ قبلش این توضیح رو دادیم تو این اسلاید قبلیش، گفته بودیم که پروداکت دیزاین یه موضوع استاتیک نیست. بفرمایید آقای حیدری، بفرمایید. گفته بودیم پروداکت دیزاین طراحی محصول خودش یه فرآیند داینامیک و پویاست. حالا بگو یادمشه، بگو پریا. اصلا همین یه مطلبی که من یادمه این بود که گفتین که حالا پروداکت با وانت یا نید شروع میشه. نید و وانت هم فرق داشت با هم دیگه. یه نیاز و خواسته بود که تعریف‌های متفاوتی دارن. و این نمودار کلا گفتین نمودار چرخنده است که میخواد نشون بده که وقتی وارد پروسه دیزاین میشیم و میخوایم جزئیات رو طراحی کنیم مثل چرخنده در حال چرخشه و حالا یه بخشی نیاز داره که برگردیم اصلاح کنیم و با خیلی چیزا هم درگیر میشه که برای مثال باید دانش و تکنولوژیشو بررسی کرد، اون بخش بریفشو بررسی کرد، قسمت مارکتشو بررسی کرد. مجموعه اینا همه باعث میشه که یه محصول بیاد بیرون که ما استفاده میکنیم و اون محصولیه که مثلا تولید نهایی شده. و همه اینها هم متغیر با طول زمان، یعنی ساینس و تکنولوژی فاکتورز در طول زمان تغییر میکنه. ممکنه یه ماه آینده تکنولوژی جدیدی بیاد که الان وجود نداره، یا اینکه بیزنس استراتژی ها ممکنه 2 ماه آینده با الان متفاوت باشه، یا اینکه فرض کنید که بحث‌های مربوط به پایداری 4 ماه آینده یا 2 سال آینده توش تغییرات و اصلاحاتی وجود بیاد. اینا همه با زمان داره تغییر میکنه و داینامیکه. حالا پیام خودت میتونی بگی اون چیزی که بالای همین اسلاید نوشتم که نید لزوما با وانت معادل نیست، اینا کدوماشون به حوزه انجینیرینگ مربوط میشه و کدوما به اینداستریال دیزاین مربوط میشه؟ استاد من همیشه مثال برام میزدن که میگفتن یه فردی که تشنشه نید میشه اون بخشی که لازم داره برای رفع تشنگیش آب بخوره، ولی وانت یا هم خواستش میشه مثل این که برای رفع تشنگیش حالا بخواد یه نوشیدنی که شیرین هستم امتحان کنه که از شیرینیش هم خوشش میاد. با توجه به این تعریفی که واسه من همیشه میشد به نظرم نید میره قسمت انجینیرینگ و وانت واسه اینداستریال دیزاینشه. عالیه، ممنونم. میکروفون آقا. خب بعد رفتیم جلوتر و نقش این علوم و تکنولوژی های جدید رو در طراحی صنعتی توضیح دادیم. بیاد که دوستات مثل که سوال هم داره الان بهش اجازه میدیم استاد رو بگم. چشم آقای حمید. توضیح دادیم که این علوم و فناوری های جدید میتونن یا مستقیما در تولید و طراحی محصولات جدید تاثیرگذار باشن، یا اینکه از طریق مثلا فراوری ها و فناوری های جدید تاثیرگذار باشن. قبلا گفتیم آقای حمید هم ببینیم که فرمایشش چیه که صحبت کنه برامون. محمد طاها بفرمایید. اولین کلاسیه که با من داری آقای حمید، اسمتون ناشناس برای من، دسترسی دادم بهتون. صدای من میاد استاد؟ بله. بله استاد، اولین کلاس هم هست. بله خب یه ذره خودتون معرفی کن، ما روی ماهتو که ندیدیم، لااقل اینطوری ببینیم که لیسانس کجا بودی، ترم قبلی کجا بودی، چی خوندی، کی فارغ التحصیل شدی. استاد من طراح صنعتی هنر اصفهان بودم، کارشناسی رو ورودی 96. بعد 402 ورودی 402 ارشدم همینجا دانشگاه هنر.
بعد تمام سال پیش فقط من یه حذف ترم پزشکی داشتم، به دلیل نتونستم بیام دانشگاه. آره، و یکم مرخصی داشتم. درس روش تحقیق ارشد تو چی گذروندی؟ صدات قطع شد آیا امید. گفتم درس روش استاد تحقیق ارشد. من پروژه یکم که مبلمان بود، روش تحقیقم حقیقتا یادم نیست، مال 2 سال پیش بود، موضوعش یادم نیست چی بود. اسمت آشنا با استاد نیست شما. رزاقی داشتم من روش تحقیق رو. اون موقع آقای رزاقی بود. آره ممکنه با آقای رزاقی گذرونده باشی. آره. دانشجو فارابی هستی یا روزانه؟ نه، روزانه هستم. روزانه هستی. بسیار عالی. شاغل هم هستی تو این 3-4 سالی که از لیسانست گذشته تو حوزه طراحی صنعتی کار کردی یا نه؟ بله، نه تو حوزه طراحی فشن بودم، شرکت دورسا، و مبلمان شرکت بهمان. خب خیلی هم عالیه. اگه سوالی داشتی من در خدمتم. جونم سوالی داشتی راجع به درس؟ استاد راستش سلام یه وقتتون نکته بخیر. رو من بگم استاد. من همزمان با دو تا اکانت آنلاینم که یکیش هومن عامل بردبار. هومن هنوز مشکل سامانش رفع نشده، ما دوتا با هم آنلاینیم، برای همین احتمال داره بعضی وقت این قاطی بشه اگه مثلا ما دوتا سوال داشته باشیم. فکر کنم هومن سوال داشته. آره هومن جان بگو عزیزم. سلام استاد، صبحتون بخیر. من عذر میخوام، سلام. یه مقدار پیچیدگی ایجاد شد، قربان شما. استاد من هومن بردبارم. هفته پیشم سعی کردم وارد کلاس بشم، این مشکل سامانه اجازه نداد. این جلسه دیگه با اکانت تاها اومدم سر کلاس، درس رو برداشتم، ولی نمیدونم برای من هنوز نیومده. روزم پیگیری کردم ولی نمیدونم هنوز کاراش نشده انگار. و خواستم خواهش کنم که حتما این ضبط هم اتفاق بیفته هر جلسه، چون من جلسه پیش کلاس 10 صبحم هم که تازه تونستم با اکانت تاها وارد بشم، اسلایدا خیلیاش نمایش داده نمیشد و صدا مرتب قطع و وصل میشد. بسیار کیفیت کلاس پایین اومده نسبت به همون دوره کرونا که توی ادو کانکت بود. حتی برای همین خواستم که این حتما لحاظ کنید این انجام شد مسئله رو. هومن جان، ممنون. انجام شد. دارم سیو میکنم، نگران نباشید. دست فقط شما شما درد دکتر بزرگوار خواهش میکنم یه زحمتی بکشید. ما یه گروه هم توی اپلیکیشن بله تشکیل دادیم، حتما با دوستاتون هماهنگ باشید، اونجا هم شرکت بکنید. و اینم گفتیم پیامایی که قبلا رد و بدل شده بالاتر اون گروه بله رو ببینید که کلاس ما تموم نمیشه امروز. ما کلاسمون در طول هفته از طریق اون اپلیکیشن بله ادامه داره. دلیل اصلیش هم این هست که چون تو فضای مجازی به هر حال امکان ارزیابی صحیح و دقیق و عادلانه استاد کمتر هست، من خودم رو موظف میدونم که بخش عمده ای از نمره نهایی شما رو به میزان مشارکت و فعالیت شما در طول ترم اختصاص بدم. و یکی از راهایی که میتونم این رو ارزیابی بکنم اینه که ببینم تو این گروه بله شما چگونه فعال هستید، چقدر درس رو میخونید، چقدر سوال میکنید، چقدر مشارکت میکنید، چقدر میرید سرچ میکنید، نتیجه سرچتون رو توی اون گروه بله میذارید. من دوستانتون دیدن، خودم دائم دارم اونجا رو رصد میکنم و این یکی از معیارهای اصلی نمره دهی من در پایان ترم خواهد بود. و اینم خدمت بقیه دوستان، آقای حیدری، خانم نصیبه نیکزاد اگه اشتباه نکنم و بقیه دوستان بگم، به جز 2-3 نفر از هفته گذشته تا الان من ارزیابی خیلی خوبی از میزان مشارکت و فعالیت این کلاس دانشجوی این کلاس ندارم. یعنی توقعم خیلی بیشتره. بچه‌ها بدونید اگه اینطوری ادامه بدن بقیه بچه‌ها، البته به استثنای 2-3 نفر که خودشون میدونن کیان و شما هم نگاه کنید توی اپلیکیشن بله معلومه کیا هستن، به جز 2-3 نفر بقیه رو اصلا راضی نیستم. اگه به همین روال ادامه پیدا بکنه، فعالیتشون کم باشه، اون وقت آخرتم خدا نکرده به مشکل برمیخورن. بعدم هست دانشجوی ارشد و کلاس مجازی و اینا، بعد خدا نکرده آدم نتونه درس رو پاس کنه یا نمره مثلا پایین 12 بگیره. خب این خیلی بده دیگه. بنابراین یه جوری حرکت کنیم انشالله که تو این شرایط قرار نگیریم. خب بعد رفتیم جلوتر بچه‌ها.
بعد در مورد دیزاین و متریال توضیح دادیم برای شما، نکاتی رو گفتیم، اهمیت متریال و در واقع یه اشاره‌ای داشتیم به اون جدول تناوبی عناصر، دسته‌بندی هایی که انجام میشد، گفتیم مثلا چیا هستند، 2-3 نمونه از انواع دسته‌بندی ها رو گفتیم برای شما. بعد رفتیم جلوتر راجع به این اسلاید صحبت کردیم. ایت نوشه این اسلاید رو من خیلی دوستش داشتم. از کدوم کتاب بود گرفته بودیم بچه‌ها؟ از کتاب آقای اشبی بود که گرفته بودیم. ضمناً من کتاب کریس لیفتری رو تونستم براتون بفرستم بچه‌ها، ولی کتاب اشبی که خیلی مهمه، منم خیلی ازش استفاده کردم، نتونستم چون حجمش خورده بالا بود. کسی داره این کتاب رو که تو گروه بله یا به هر طریقی شیر کنه واسه بقیه دوستاتون؟ لطفا اگه کسی داره و میتونه این کار انجام بده. اگه نه من به یه نحو دیگه بالاخره باز تلاش کنم که این کتاب رو واسهتون بفرستم. کتاب مهمی، خیلی از اسلایدهای من از کتاب آقای اشبی گرفته شده است. اگه نتونستید دسترسی پیدا کنید به من خبر بدید، من مجددا تلاش بکنم. خب تو این اسلاید گفتم این تصویرها رو من خیلی خوشم میاد و یه خلاقیتی توی طراحی این تصویر وجود داره. میخوام یه نفر توضیح بده که راجع به این تصویر من چی گفته بودم هفته قبل. کی دست بالا میکنه؟ دارینا میخوای تو بگی؟ خانم سپاهی اجازه بده ببینم سارینا اول میتونه بگی واسمون یا نه. ببینیم سارینا، بعد اگه ایشون نتونست به شما زحمت میدیم. سارینا طهماسبی آنلاکی، میکروفونت باز، دسترسی داری. خب میریم سراغ خانم سپاهی. بفرمایید خانم سپاهی. گفته بودیم که بخش مثل یک معجزه است. شما تصویرتون بود که این تصویری که کشیده شده مثل یک آدمه که اون بخشی که اینتنشن هست، نیت طراحه، در واقع شما تعبیرش کردید به مثلا خدا و اون بخش هستش میشه معنویات و بخش چپش رو تعبیر کرده بودید به مادیات. و اون چیزی که ما تو تصویر میبینیم متریال و پروسس در واقع میشه همون استخوان‌بندی و فیزیولوژی یه طرح و سمت چپش پس فیزیولوژی و در واقع کاراکتر پروداکت و این حرفا میشه اون بخش معنویات یا غیر مادی و اون اینتنشن که نیت و مقصود طراح هست، طراحی این دو بخش رو به هم دیگه متصل میکنه. در واقع اون این چیزی بود که من یادم میاد. بسیار عالی، خیلی خوب گفتی خانم سپاهی. و همین قشنگی که گفتید از خود منم مثلا بهتر گفتید. ممنونم از شما. خب بعد رفتیم جلوتر و راجع به در واقع دسته‌بندی مواد صحبت کردیم. گفتیم توی 4-5 تا اسلاید قبلی ما مواد رو به شکل‌های مختلفی، 2-3 تا نمودار بود برای شما توضیح دادیم که چطوری میشه مواد رو دسته‌بندی کرد. این دسته‌بندی هم توسط آقای اشبی ارائه شده است و میگفتش که در واقع یک سر طبقه تعریف میکنیم، به عبارتی اسمش رو داریم فامیلی. نگاه کنید آقای اشبی اومده گفته که مواد مختلف رو میشه در این فامیلی ها دسته‌بندی کرد. فامیلی متال، فامیلی پلیمرز، فامیلی سرامیک و فامیلی کامپوزیت. حالا هر کدوم از اینها در کلاس های مختلفی طبقه بندی می شود. مثلا پلیمرها در کلاس الاستومرها، ترموپلاستیک ها، ترموپلاستیک ها و ترموپلاستیک ها خودش در ممبرهای مختلف استفاده میشه. مثلا ترموپلاستیک های ABS داریم، شما شنیدید اسمش رو، پلیپروپیلن داریم، PVC داریم و انواع اقسام. و بعد اون آخری تکنیکال پروفایل، یعنی برای هر کدوم از این ممبرها، همونطوری که اینجا شاید دارید می‌بینید، مثلا برای ممبر پلیپروپیلن تکنیکال پروفایل تعریف کرده که آقا پلیپروپیلن مورد نظر شما فیزیکال اتریبیوتش چیه، ویژگی‌های فیزیکیش چیه، ویژگی‌های مکانیکیش چیه، نمیدونم الکتریکال اتریبیوتش چیه ها. واسه هر کدوم از این موارد عددهایی وجود داره که تخصیص پیدا میکنه به اون پلیپروپیلن مورد نظر شما. خب گفتیم این هم یه دسته‌بندی بود برای انواع متریال. بعد رفتیم به فرآیندهای تولید. به نظرم درسمون رو تا اینجا اومدیم ما هفته قبل و توضیح دادیم که برای طبقه بندی فرآیندهایی که در تولید به کار میرن
کار یه خورده سخت‌تر از طبقه بندی مواد هست. چرا؟ دلیلش چی بود؟ گفتیم برای مواد مختلف طبقه بندی ها میتونه مبنای علی بهتر و مستحکمتر و متقن‌تری داشته باشد وقتی داریم مواد رو طبقه بندی میکنیم. از جمله چی؟ از جمله مثلا مطالعه و درک علمی نحوه پیوند بین اتم ها یا مولکول های متریال مختلف میتونه مبنای طبقه بندی اونها باشه. نمونه بزرگ جدول تناوبی عناصر بود دیگه، درسته؟ جدول تناوبی عناصر که آقای مندلیوف اومده بود و ارائه کرده بود، مبنای علمیش پیوند بین اتم ها یا مولکول ها بود دیگه. حالا روش های علمی دیگه هم میتونیم ذکر کنیم. اما وقتی فرایندهای تولید رو میخوای دسته‌بندی بکنی، تو آدمه هستی که داری این دسته‌بندی انجام میدی، نه طبیعت، نه دانش. و اینجا علم انگار کمکی چندانی نمیکنه. این یعنی سلیقه اون فرد ارائه کننده طبقه بندی نقش بیشتری داره. حالا هم تو این جلسه دو سایت بعدی میبینیم و هم در ادامه درس شما میتونید سرچ هم بکنید. همینطوریه طبقه بندی‌های مختلفی برای فرآیندهای تولید ارائه شده که تقریبا همشون هم سلیقه‌ای هستند. این مقدمه یکی از بهترین انواع طبقه بندی فرآیندهای تولید بر اساس اهدافیه که این فرآیندهای تولید برای رسیدن به اون اهداف استفاده میشن. خب به عنوان مثال آقای اشبی اومده فرآیندهای تولید رو بر اساس 3 هدفی که اینجا ذکر میکنم طبقه بندی کرد. گفته آقا ما هدفمون از طور 1 شکل دادن یک محصول جدیده، یک قطعه، یک محصول میخوایم شکل بدیم. 2 هدفمون از این فرایند اینه که یه چیزی رو به یه چیز دیگه متصل کنیم. 3 هدفمون از این فرایند تولیدی اینه که یه محصولی رو که داریم بیایم روکش سطحی بهش بدیم یا پرداخت کاری سطحی انجام بدیم. اشبی گفته من این 3 تا هدف رو شناسایی کردم و فرایندهای تولید رو بر مبنای این 3 تا هدف طبقه بندی میکنم. مسئلتون آیا میشه به شکل دیگه هم انجام داد؟ بله، از دوستش هم بیماش و اینا هست، ما بارگذاری خواهم کرد بماش. خب این طبقه بندی آقای اشبی رو در واقع مبنای کار قرار بدیم. این طبقه بندی قابل بسط دادن و توضیح دادن بیشتر هست که داریم با هم دیگه نگاش میکنیم. خب آقای اشبی اومده فرآیندهای تولید رو باز به این شکل طبقه بندی کرد. گفته اول یه فامیلی من تعریف میکنم، بعد کلاس تعریف میکنم، بعد ممبر تعریف میکنم، بعد درگارم پروفایل تعریف میکنم. پس تقریبا همون منطق طبقه بندی هست که انگار برای متریال استفاده کرده بود. اونجا فامیلی بود و کلاس بود و ممبر بود و پروفایل بود. خب برای فامیلی لطفا فقط این تیکه بالایی رو نگاه کنید بچه‌ها، دقت کنید. الان فقط دارم راجع به این صحبت میکنم. شفافه؟ برای این قسمت دارم صحبت میکنم. میگه فامیلی رو من به 3 قسمت دسته‌بندی کردم. توی اسلاید قبلی هم دیدیم جینینگ و جوینینگ و سرفیس، یعنی شکل‌دهی، اتصال و کارهایی که روی سطح انجام میشه. هر کدوم از این 3 تا فامیلی رو میرم به کلاس‌های مختلف دسته‌بندی بکنم. شد تو این تصویر مثلا نگاه کنید، اومده شیپینگ رو به چند کلاسی که اینجا میبینید دسته‌بندی کرد. مثلا گفته باک فورمینگ، پاودر متدز، مولدینگ، کاستینگ، ماشینینگ، لیاپ متدز، شیت فورمینگ و پروتوتایپینگ. هر کدوم از این کلاس ها رو باز اومده به ممبرهای مختلف تقسیم بندی کرده. مثلا کاستینگ رو نگاه کنید، اومده کاستینگ ترجمه چیه؟ بنویسید توی چت باکس ببینم همه بنویسن. به چی میگیم کاستینگ؟ هیچ کس؟ احسنتم. کاستینگ یعنی ریخته‌گری دیگه. مرسی. کاستینگ رو میاد میگه آقا ممبرهای زیر مجموعه کاستینگ اینوستمنت کاستینگ، فول مود کاستینگ، شل کاستینگ، دای کاستینگ. مثلا کاست رو همتون شنیدید، سند کاست رو همتون شنیدید، اسکویز کاستینگ، سرامیک مولد کاستینگ و به همین ترتیب پرمننت مولد کاستینگ. اینا زیر مجموعه های روش ریخته‌گری هستند. شد حالا اینجوری داریم پس حرکت میکنیم دیگه، درسته؟ مثلا برای دای کاستینگ
میاد و پروفایل تعریف میکنه یا ایندکسینگ پروفایل ویژگی‌های تولید محصولش میتونه اینطوری باشه: دیزایر چک ها، سایز رنج و به همین ترتیب توتال کاست ها، رافنس، تولرانس. اینا میتونه پروفایل ها یا در واقع مشخصات اون کاستینگی باشه که ذیل شیپینگ داریم ما تعریفش میکنیم. خب یه سوال یا یه ابهامی خانم اگه اشتباه نکنم نیکزاد توی 2 جلسه پیش مطرح کرده بود، میخوام که زحمت بکشن اون ابهامه رو مجددا میکروفون بهشون بدم صحبت کنم و مطرح کنم که همه کلاس بشنوه. خب خانم نیکزاد آنلاک کنم. بله میشنویم صداتون رو. ابهام رو یه بار بگو و بعد پاسخش رو اگه درک کردی بگو، اگه خود من بگم یا بقیه دوست. سلام استاد، خوب هستین؟ سلام، متشکرم. صبح شما. استاد جان صداتون قطع شد. بله ببخشید. بفرمایید. بله بفرمایید. استاد من سوالم این بود که چرا مثلا از این نمودار اومده فقط مورد حالا قسمت اول رو داریم و قسمت شیپینگ رو فقط اومده دای رو تشریح کرده. مثلا سوال بود که الان من مثلا دیتیل شل رو میخوام ببینم چیه اون کجاست، یا مثلا سند رو میخوام ببینم چیه اون کجاست. این برام مطرح بود که چرا مثلا دای رو از این قسمت بولدش کرده یا از ردیف پایین‌تر مثلا هات پلیت اگر اشتباه باشم ویلدینگ اومده بررسی تر کرده. می‌خواستم بدونم بقیه قسمت‌هاش کجاست که بتونیم دسترسی داشته باشیم به بقیه قسمت‌های پروفایل. خیلی سوالم سوالت خوبه. خیلی سوالت خوبه. ممنونم. خوب شد که دوباره اومدیم مطرح کردید سوالتون. بچه‌ها ببینید این کتاب آقای مایک اشبی رو گفتم حتما یا خودتون فکر کنید یا پیدا کردید بگید من یه جوری بالاخره اینو واسه شما آپلود کنم شما یا بتونید ببینید. کتاب آموزشی است و اصولا برای بچه‌های هنر و طراحی صنعتی هم نوشته شده. توضیح بدم خود آقای اشبی مهندسه ولی مطلب رو بگویید نمیشه با همکاری یه طراح صنعتی یا واسه بچه‌های طراحی صنعتی قابل استفاده بشن. بنابراین وقتی داره طبقه بندیش رو توضیح میده این رو به عنوان یک نمونه گفت. سایر نمونه ها رو مثلا این که شیپینگ، ماشینینگ انواعش چیه، خب اینجا بایستی این العاده اصطلاحاً بازتر میشد و قابل نمایش نبود. بنابراین برای اینکه من به شما بتونم یه راهنمایی بکنم اجالتا برای هر کدوم از این روش‌های تولید در انتهای کتاب خودش در حدود 1 صفحه یه نصف صفحه آقای اشبی توضیحاتی داره که بسیار جالبه. من یادآوری کنید یا تو آنتراکت یا آخر همین جلسه کتاب اشبی رو اینجا اگر بتونم براتون بارگذاری بکنم و آخر کتاب رو با هم دیگه نگاه کنیم. برای هر کدوم از ها حالا شما فقط عنوان بندی رو خواستی خانم ایزاد که مثلا ماشینینگ یا شیت فرمینگ انواعش چیه، اونجا اومده واسه هر کدومش به اندازه 1 نصف صفحه توضیح هم داده است و هایی که گفتم شده مبنای طراحی یک نرم افزاری به اسم CES. خب اگه اشتباه نکنم کمبریج الکشن یادم نیست یه نرم افزاری حالا به اسم CES که اگه اشتباه نکنم توی پروژه های پیشنهادی هم گذاشته بودم برای شما. کار کردن با CES رو تا یک قدری رو که جنبه علمی داشته باشه خودم سر کلاس اگه فرصتی بشه برای شما توضیح میدم و الباقیش رو فکر کنم به عنوان یه پروژه اعلام کرده بودم که حتما اعلام میکنم دانشجوها میرن دموی این CES رو دانلود میکنن. 2-3 تا از اینا رو دارم و بعد میان سر کلاس به بقیه یاد میدن که چطوری از CES میشه استفاده کرد. بنابراین که مختصر ببخشید طولانی شد خانم نیکزا. مفصل این طبعا دیگه بخش ته کتابش هست، یه بخش هم شده اون دیتاهای موجود در اون نرم افزار CES در واقع دانشگاه کمبریج که یه بخشش رو توضیح میدم، یه بخشش هم به عنوان پروژه خودتون میتونید انتخاب کنید بیاید کار کنید. فیلم‌های آموزشی و دموهاش و اینا من دارم براتون به موقع بارگذاری میکنم. خب به شما که آرزم توی این در واقع اسلایدی داشتیم با هم دیگه میدیدیم یکی از این روش ها رو به صورت خاص من اینجا بردم تو اسلاید بعدی توضیح دادم. هنوز شیپینگ هستیم. شیپینگ یعنی فرم دهی دیگه، درسته؟ یکی از زیر کلاس هاش هست لایاپ متد. تو این اسلاید من دارم راجع به لایاپ متد برای شما توضیح میدم. کسی میدونه لایاپ متد چیه؟ یا اسلایدش هم یه لحظه دیدیم ولی اینجا توضیح بده منظور از روش شکل دهی لایاپ چیه؟
خوبه، 2 نفر دارن می‌نویسن. این فقط به عنوان نمونه من توضیح آوردم براتون. آفرین. لایه گذاری اینجا دیدیم با هم دیگه. توضیحات من رو ببینیم. اینو بهش میگن لایه گذاری یا در واقع لایاب، که اولا و به ذات یا به صورت ماهوی به صورت دستی انجام میشه. البته امروزه یه خود این تکنولوژی جدید که اومده بعد از در تولید دستی فراتر برده، ولی همین الان هم در واقع لایه‌گذاری ها و لایاب به صورت دستی انجام میشه و بیشتر برای ساختن قطعات کامپوزیتی مواد مرکب مثل فایبر گلاسه. خب جاهایی که تیراژ تولید خیلی اهمیت نداشته باشه و تیراژ کم باشه استفاده میشه. برای تولید قطعات خیلی بزرگ مثل بدنه قایق‌ها یا دیواره استخر یا بعضی از مخازن مختلف و به طور کلی قطعاتی که بدنشون بزرگ باشه و هندسه‌شون ساده باشه، از این روش لایه‌گذاری استفاده میشه. مثل عرض کردم محصولاتی که از جنس فایبر گلاس باشن و به عنوان محصولات یا قطعات کامپوزیتی یا ماده مرکب مطرح باشن. اگه اشتباه نکنم یکی از همکارای خوب ما آقای دکتر افتخاری که آره دقت ضخامت معمولا خیلی مهم نیست. اگه اشتباه نکنم یکی از همکارای خوب آقای دکتر افتخاری که بعضیاتون ممکن بشناسید بعدشون نه، تو این فضا به صورت حرفه‌ای کار می‌کردن و شاید الان هم کار بکنن، کارگاهی داشتن و میدونم که تولیداتی تو این زمینه داشتن. پس این لایه‌گذاری دستی رو که یه فیلم آموزشی هم ازش دارم، باز اونم اگه یادم بندازید براتون آپلود میکنم، به عنوان یه نمونه از توضیحات مربوط به اون انواع روش‌های تولید شکل‌دهی براتون اینجا آوردم. خودتون سرچ بکنید، الان دیگه گوگل هم باز شده، کارتون راحت است، میتونید انواع مختلفش رو ببینید. خب الان فکر میکنم امید جان، به نظرم اگر بخواید من میتونم شماره ایشون رو به شما بدم، تا جایی که میدونم تو این فضاها کار میکردن. شاید من اشتباه بکنم ولی اگر که نیاز داشته باشید آقای چیزم میتونن به شما کمک بکنن. کار ما که کارگاه حجم و اینا رو میگن، خبری بود جملت امید. خب خدا رو شکر، پس اطلاعات من درست از این همکارمون هنوزم کار میکنن و اونایی که تو این فضاها بخوان اطلاعات بیشتر داشته باشن یا حرفه‌ای‌تر کار بکنن میتونن به آقای دکتر افتخاریمون مراجعه بکنن. خب خدا رو شکر که هم حالش خوبه هم داره تو همین فضا کار میکنه. خب حالا بچه‌ها یه سوال مهم مطرح میشه. اون سوال اینه که ما مواد یا فرایند مناسب برای تولید محصولمون رو چطوری انتخاب بکنیم؟ این سوال مهمیه. تو این اسلاید من فقط راجع به فراینده دارم توضیح میدم، اما مهمتر و پیش از فرایند انتخاب متریال مناسب برای تولید اونه. و البته شما بهتر از من میدونید که اینا دستشون هم گردن همدیگه است، یعنی از همدیگه نمیتونید جداش کنید. خیلی بسیار مهمه. اگه این ماده انتخاب کنید پس این 2 یا این 4 فرایند تولید رو میتونی به استفاده کنی. اگر مادت عوض بشه ممکنه این فرایند تولیدی که الان انتخاب کردی واسه این ماده جدید نتونی استفاده کنی. اینا دیگه در واقع شفاف هست کاملا. این که بچه‌ها مواد مناسب برای تولید محصولمون رو چگونه انتخاب کنیم، توی کتاب آقای اشبی مفصل اومده. نرم افزار CES برای مبنا طراحی شده، یه مبانی علمی دارد که من مبانی علمیش رو انشالله فکر میکنم یه 2-3 جلسه دیگه شروع کنم گفتن برای شما. بحثای خیلی قشنگ و مهندسی خوبی داره و بعد میمونه نحوه استفاده از اون پکیج CES که هم فیلماشو واسهتون بارگذاری میکنم، هم به عنوان پروژه یه نفر میتونه دقیق‌تر بخونه و بیاد اینجا توضیح بده. پس راجع به این که مواد و متریال مناسب برای تولید محصول رو چگونه انتخاب کنیم این طلب شماست. مبانی علمیش رو من برای شما خواهم گفت، اما اجالتا راجع به این داریم می‌کنیم که فرایند مناسب برای تولید محصولمون رو چطوری انتخاب بکنیم. خب اول این سوال پیش میاد که عوامل تاثیرگذار در انتخاب فرایند مناسب برای تولید شامل چیان؟ اینجا من تیتر کردم، شما دارید می‌بینید. یک، همونطوری که 2-3 دقیقه پیش گفتم، چه متریالی قرار استفاده بشه. این یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در انتخاب فرایند تولیده. 2، شکل محصول، آیا این شکل دارای پیچیدگی‌های هندسی زیاده یا خیر. و 3، ملاحظات اقتصادی تولید. ملاحظات اقتصادی تولید به صورت مختصر یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی تیراژ.
ببین آقا تیراژ چقدره و بر مبنای اون بریم جلو. به عنوان مثال شما میخواید که با یک ماده ترموپلاستیک دارای شکل پیچیده است، انحنای مضاعف هم داره کار کنید. در این شرایط اینژکشن مولدینگ که ما ترجمهش میکنیم به عنوان قالبگیری تزریقی خیلی مقرون به صرف است. شد جنس قالب ها برای در واقع تولید انبوه، که تولید انبوه رو عددهای مختلف واسش میدن ولی شاید بچه مشترک همه 100,000 و بیشتر باشه. تو این شرایط باید از فولاد باشه یا آلیاژهای مخصوص فولادی. حالا اگر که شما بخواید سفارشات کم تعداد تر باشه تو همین فضا، ممکنه از قالب‌های اپوکسی هم بتونیم استفاده بکنیم. پس اینو به عنوان یه مثال ما گفتیم که متریال جنسشو گفتیم ماده پلاستیکی ترموپلاستیکه، شکل محصول هم شکل پیچیده باشه، مثلا انحنای مضاعف هم داشته باشه. وقت میگیم اینژکشن مولدینگ رو شما میتونی به عنوان یه گزینه خیلی خوب در دسترس قرار بدید. حالا یه توضیحی اینجا لازم بدین راجع به این انحنای مضاعف که تو این شکل اومده. کسی حسی داره که انحنای مضاعف چیه در تولید محصولات مختلف؟ مثلا یه نمونه دو نمونه به ما بگید این انحنای مضاعف یعنی چی، کجا ممکنه دیده باشیدش. بریم ببینیم که از دوستاتون بریم سراغ کی؟ بریم سراغ سپهر حسنی نیکو. سپهر میکروفونتو دسترسی بدم، بگو ببینیم آقا سپهر منظور از انحنای مضاعف چیه؟ مثلا یکی دو تا محصول بگو که توش انحنای مضاعف ممکنه باشه. آقای حسنی سلام علیکم. سپهر جان باید بلند صحبت کنی آقا. الان صدام اوکیه؟ الان صدا بهتر شد. آره خب حالا توضیح بده ببینیم این انحنای مضاعف یعنی چی؟ دقیقا نمیدونم حالا انحنای مضاعف به چه منظوره. نمیدونم اصطلاحش به چه معنی. خب اشکال نداره، اینجا هستیم واسه همین دیگه. کسی میتونه کمک کنه بچه‌ها به سپهر؟ مثلا بریم سراغ آقای فیضی میتونی بگی؟ فیضی میکروفون دسترسی داری. آقای فیضی صدای من میاد استاد؟ یکم بلندتر لطفا. استاد الان چی صدا میاد؟ الان خیلی بهتر شد. نه استاد متاسفانه منم بلد نیستم. خب اشکالی نداره. هدا جان اجازه بده خودم بگم که یه چند دقیقه هم بریم برای آنتراک. حالا بگو هدا بگو. دیگه زحمت کشیده خانم با خدا دست بلند کرده. یا الله بگو ببینم هدا. دسترسی داری یا؟ بله الان صدای من هست استاد؟ بله. انحنای مضاعف برای منم جالب بود، برای همین رفتم خوندم. چیزی که متوجه شدم این بود که کلاً به یه سطحی گفته میشه که در دو جهت مختلف داره انحنا باشه، یعنی هم طولی هم عرضی خمیده باشه اگر درست گفته باشم. بعد میتونی مثال بزنی برامون؟ بله مثلا چیزی که توی یه جهت خم شده باشه میتونیم بگیم یه استوانه، مثلا فقط شما این استوانه رو در نظر بگیرین فقط در یه جهت خم شده، از اون جهت دیگه در جهت طولیش خم نشده. ولی اگه یه توپ رو در نظر بگیریم هم در جهت طولی اومده خم شده هم عرضی، پس میشه گفت که محصول توپ انحنای مضاعف داره.
آفرین، خیلی خوب بود. مرسی مرسی. من واسه اینکه کلاسمون یه ذره خوشمزه هم بشه، خب ابتداعا برای شما توضیح بدم که این سیب رو میبینید این بالا. این سیب یا پرتقال یا هر شکل کروی یا شبه کروی، اینا دارای انحنای مضاعف هستن. قشنگ قابل لمس دیگه. نگاه کنید ببینید این سیب الان در این مسیری که من دارم کرسرم رو حرکت میدم اینطوری یه انحنا داره، اینطوری هم یه انحنای دیگه داره. درسته؟ این یه انحناشه، اینم یه انحناشه. درسته؟ و جالبش اینجاست بچه‌ها که شعاع انحناهای متعددی هم داره. حالا این دیگه خود فن مهندسی میشه، من راجبش توضیح نمیدم، ولی سر کلاس‌های مهندسی ما اینا رو توضیح میدیم. شاید واسه شما هم جالب باشه، حالا اینم ضرر نداره بگم. شعاع انحنای یک محصولی مثلا سیب یا هر کره یا شبه کره دیگری در نقاط مختلفش، البته کره نه یکیه ولی یه همچین چیزایی متفاوته. این شعاع انحنای متفاوت تو کارهای مهندسی خیلی معنا داره. توی طراحی و ساخت دستگاه‌هایی که با یه همچین محصولی سر و کار داشته باشن، به نوعی که کمترین صدمه رو به این بزنن، خیلی پرکاربرده. حالا با اوناش ما کاری نداریم اجالتا. پس این نمونه یک محصولی است که حالا محصول طبیعی است دیگه، که شعاع انحنای مضاعف داره. یا مثلا این زین اسب رو نگاه کنید. این زین اسب اینجا قشنگ تو شکل سمت راست این دوتا انحنای قشنگ به صورت هندسی نشون داده شده که منظور چیه. اینو نگاه کنید، این یه انحناست زین اسب داره، اینم یه انحنای دیگه. حالا که با دو تا محصول واقعی دیدیم چیه اینا، حالا بریم یه خورده تئوری‌تر راجع بهش صحبت کنیم. این انحنای مضاعف بچه تو این تصویر به شکل سمت چپ نگاه کنید بچه‌ها. این شکل سمت چپ یه ورق رو نشون میده که فلت دیگه، پلاناره، توی یه صفحه است. درسته؟ این صفحه رو شما میتونی اینجا دارم صحبت میکنم، بیا اینو خمش کنی. بنت یعنی خم شده، خمش کردی حول این محور. درسته؟ و میتونی حول این محور بیای به حالت کرو درش بیاری، انحنا درش ایجاد کنی. پس اینجا فرق بین بندینگ و کروینگ هم داریم میبینیم عملانا. درسته؟ این خم شدنه، اینجا چی شده؟ منحنی شده. حالا تو این حالت که منحنی شده، کرو شده، این سینگل کروه. درست شد؟ یعنی یه منحنیه. اما همین تو این تصویر سمت راستی نگاه کنید، بله اینجا و اینجا ببینید حول منحنی های مختلف کرو شده است که این شکل دقیقا مثل همون حالت زینه اسبیه است. اوکی؟ خب این اسلاید هم یه اسلاید تکمیلیه در ارتباط با همین بحث که من باز از اینترنت گرفتم برای شما آوردم. عنوانش اگه بخوایم ببینیم این بالا نوشته سرفیس توپولوژی، ریخت شناسی سطح های مختلف. یعنی پس ما یه ورق یا یه سطح داریم، میخوایم ببینیم توپولوژیش چگونه است، یا تیپولوژی ببخشید. ببینید اولی رو نوشته فلت شیت پروسسینگ، یعنی شما یه ورق داری و بعد جالب اینجاست که تو این اسلاید خوبیش این بود من برای شما آوردم که فابریکیشن تکنیک های مختلف برای این سرفیس تیپولوژی های مختلف رو هم آورده اینجا این زیر. مثلا نگاه کنید برای فلت شیت پروسسینگ انواع فابریکیشن تکنیک رو آورده. به عبارت دیگه شما فرض کن یه ورق مستطیلی میخوای داشته باشی به ضخامت فرض کن نیم سانت. به چه شکل هایی میتونی این رو تولید کنی؟ فابریکیشن تکنیک های مختلف چیه؟ نگاه کن اینجا نوشته لیزر کاتینگ میتونه باشه، واتر جت کاتینگ میتونه باشه، میلینگ میتونه باشه و پانچینگ هم میتونه باشه. میلینگ یعنی چی بچه‌ها؟ کی میتونه اینجا تو باکس چت واسه من بنویسه؟ میلینگ منظور چیه؟ اونطوری بهتره؟ آره. خب من یه محمد صدرا دارم بچه ها توی منزل. محمد صدرا قنبریان، دانش آموز کلاس سوم ابتدایی. الان داره به من میگه که
سیبره که داشتی توضیح میدادی اگه اینطوری توضیح بدی. نه نمیام اینجوری چی توضیح میگی؟ بدم. خودت بگو. با یه روش دیگه هم میشه اینو گفت. برای کشیدن رسم‌های اولیه سیبم اون چیزی که به در من گفت میشه همونی که گفتش در اصل باید یه دونه این شکلی بکشیم. آره. این شکلی بکشیم. برای رسم اولیه سیبم نیاز به همون داریم که بتونیم خیلی اونو بکشیم. متشکرم از آقای محمد صدرا، ممنون. اینم بچه از مزایای کلاس‌های مجازی خستگی شما هم در بره. خب بله، فرسکاری، ماشینکاری، اینا رو میگن میلینگ. چند نفر دیدید وقتایی که یک صفحه ای رو دستگاه تراشکار میبندن به یه صفحه، بعد با یک فرز گردان اون بالا میاد و از روی این مثلا یک ضخامت فرض کن مثلا 1 میلیمتر 2 میلیمتر رو کم میکنه. تازه علاوه بر این یه روش دیگه هم هست. زمانی که من خودم نوجوان و جوان بودم باهاش کار میکردم، استفاده از دستگاه صفحه تراش. کسی دستگاه صفحه تراش رو دیده؟ صفحه تراشکاری چطوریه؟ یه بازوی میاد جلو، بار برمیداره با سرعت کم، بعد محکم و با سرعت زیاد برمیگرده عقب و بعد میزه کار و قطعه زیر اون دارن حرکت میکنن. کسی دیده دستگاه صفحه تراشو؟ هیچکس؟ خود همین فرسکاری رو چی؟ البته این همه ذیل ماشینکاری انا، ماشینکاری های در واقع کاهشی. فیضی هم ندیده؟ پیام دیدی؟ خب اینا رو تو این کارگاه تراشکاری، کارگاه قالب‌سازی، کارگاه ماشینکاری برید می‌بینید. پس اینا چی بود؟ انواع مختلف فلت شیت پروسسینگ بود. از لیزر کاتینگ شروع کردیم تا پانچینگ. حالا اگر شما بخوای سینگل کرفت شیت داشته باشی، اینهاش که همونطوری که خانم با خدا توضیح دادن، مثلا استوانه سینگل کرفت دیگه شد. اگه سینگل کرفت رو بخوای شکل بدی مثل یه استوانه، انواع روش‌های تولیدش چیه؟ یکیش رول فورمینگه، یکیش جالب اکستروژنه، یکیش بریک فورمینگه، یا چرخ انگلیسی اگه اشتباه نکنم، یا چرخ انگلیسی این بالاتر بود. بنابراین این تصویر رو تا انتها نگاه کنید، دقیق در سر فرصت انواع تیپولوژی های سطح های مختلف و روش های تولیدش رو میتونید ببینید. خب اینم که دیدیم. خب تا همینجا بچه ها یه چند دقیقه از پشت این میزا بلند شید، هر جایی که هستید یه چند قدمی بزنید که این در واقع فرم بدن یه خورده به هم نریزه. به سن و سال من که میرسید دیگه اذیت نشید. یه 4-5 دقیقه آنتراک، بعد دوباره برمیگردیم. اوکی؟
خب بچه برگردیم لطفا، همه بیان یکی نقطه علامتی بزنید که من مطمئن بشم همه برگشتید بچه ها تا ادامه بدیم. خدا، پریسا سپاهی، پیام، کجایید؟ بقیه هم بیان. سوگند کجا رفتی؟ سپهر، روان بود، سریعتر بیاید اعلام حضور کنید. خب بریم سراغ ادامه درسمون. پس ما در مورد متریال و فرایندهای تولید صحبت کردیم که اینا میشدن تیکه های سمت چپ اون تصویری که گفتم مثل یه آدم تصورش کرد آقای اشبی شد. حالا میخوایم بریم سراغ اینتنشن یا نیت صحبت کنیم. در واقع اینتنشن چی رو توصیف میکنه واسه ما؟ اینکه هدف طراح از طراحی و تولید این محصول چه بوده است ها؟ The priorities in the mind of the designer، ترجیحات یا مقصودهای یا چی بگیم همین ترجیحات که تو ذهن طراح وجود داشته. به عنوان مثال 4 تا از این در واقع پریوریتی ها رو ما اینجا تو اسلاید واسهتون آوردیم، با هم دیگه مرور میکنیم بچه ها. یکی از این اینتنشن ها میتونه توجه به مارکت باشه. یعنی چی؟ میشه بیشتر توضیح بدیم؟ بله، توجه به مارکت رو میتونیم مثلا در قالب این 3 زیر مجموعه بیاریم. طراح داره محصول مورد نظرش رو برای پابلیک یوز طراحی میکنه. طراح داره محصول مورد نظرش رو برای زنان طراحی میکنه. طراح داره محصول مورد نظرش رو برای سالمندان طراحی میکنه. نیتش اینه، قصدش اینه. اوکی؟ دیگه اینتنشن طراح میتونه توجه به اکونومیک باشه، توجه به در واقع مسائل اقتصادی و اینها باشه. طراح میتونه طراحیشو برای مینیمم کاست انجام بده. طراح میتونه طراحی رو برای اسمبلی انجام بده. طراح میتونه طراحی رو برای مس پروداکشن واسه تولید انبوه انجام بده. اوکی؟ مثال دیگه، نیت اصلی طراح میتونه طراحی برای ساستینبیلیتی باشه. زیر ساستینبیلیتی طراحی میتونه به این زیر شاخه‌ها تقسیم بشه یا نیت طراح. طراحی برای انوایرمنت، طراحی برای ریسایکلینگ، طراحی برای بایودیگریدیبیلیتی. این آخری که گفتم یعنی چی؟ یه نفر دست ببره بالا. زیل ساستینبیلیتی هم تعریف شد دیگه. این آخری این یعنی چی؟ کی دست بالا میبره؟ خانوم روانبود. چشم خانوم روانبود، بدم به شما. شکی بود. بفرمایید خانوم. میکروفونتون بازه. استاد الان صدای من هست؟ من فکر کنم یه ذره نتم ضعیف شد، ولی منظور از اینه که اون محصول قابلیت تجزیه پذیری داشته باشه یا نه. تجزیه پذیری به وسیله
روز میخوام صداتون رو ندارم. دیگه طبیعت و اینکه زودتر پذیریش به وسیله طبیعت 100 سال و 200 سال نباشه، هرچی زودتر باشه بهتر. درسته؟ بسیار خوب. و چهارمین مورد از اینتنشن هایی که اینجا ما ذکر میکنیم برای شما در واقع بحث پرفورمنس یا عملکرد هست که 3 تا از مصادیقش اینجا ذکر شده. نیت طراح میتونه برای ماکسیموم انسولیشن باشه، برای مینیموم مس باشه، برای مینیموم والیوم باشه که بچه‌ها این مینیموم مسه، مینیموم والیومه و در واقع ماکسیموم اینسولیشنه یا در واقع نیت هایی که برای عمل کرد تو ذهن طراح میان بیشتر ماهیت چی دارن؟ این قسمت بیشتر ماهیت و جنبه بگید مهندسی دارند. درسته؟ در حالی که مثلا اون جنبه های مربوط به مارکت بیشتر جنبه طراحی صنعتیش پررنگتر هست، چون به یوزر و کاربر داره توجه بیشتری میشه دیگه تو این موارد. اما اونجا که پرفورمنس بیشتر راستکار مهندسینه. مهندس هر چی بیاد محصول مورد نظرش رو به گونه‌ای طراحی بکنه که جرمش کمتر بشه. جرم که کمتر بشه یعنی نیروهای اینرسی حاکم بر مسئله کمتر میشه. نیروهای اینرسی که کمتر بشه یعنی کمتر برای استفاده از وسیله. سلام. الان صدامو دارید؟ خب تا کجا گفته بودم؟ آخرین جمله ها چی بود که یادشه؟ آره اینو داشتم میگفتم که اون جاهایی که در واقع نیت طراح بحث مربوط به پرفورمنس هست، اینا دیگه جنبه های مهندسی پیدا میکنه. مثلا دیزاین فور مینیمم ماس خیلی اهمیت داره. از تجهیزاتی که توی بحثا و صنعت هوافضا استفاده میشه تا حتی تو زندگی روزمره مثل دوچرخه، طراحی برای مینیمم ماس میدونید توی طراحی دوچرخه‌های مسابقه‌ای خیلی اهمیت پیدا میکنه. مواد فایبرگلاس استفاده بشه، فیبر کربن استفاده بشه ها و از این موارد. و بعدم در نهایت اینو گفتیم که یک محصول خاص میتونه در واقع more than one dominant intention پشتش باشه. یعنی شما یه محصول خاص داشته باشی ولی ترکیبی از این قصدها، منظورها و نیتها پشت طراحیش وجود داشته باشه. این لزوما نباید یکی از اینا باشه، اینا جدا از هم لزوما نیستند. خب بعد جنبه دیگری که تو اون شکل کذایی مورد نظر که یک محصول رو به یک موجود زنده تشبیه کرده بود آقای اشبی، بحث پرسپشن بود. پرسپشن رو چی ترجمه میکنیم؟ میگیم perceived attributes of materials or products، یعنی اون ویژگی هایی از محصول یا ماده مورد استفاده در محصول که مخاطب یا کاربر یا اند یوزر دریافت کنه. محصول مورد نظر ما چه ویژگی هایی توسط کاربر یا مخاطب دریافت میشه؟
مثال که تو ذهنتون بمونه، روی متریال اول صحبت کنیم، کاری داشته باشید. متریال پلاستیک شما وقتی میبینید توی لوازم خانگی استفاده بشه، لیوان پلاستیکی، لیوان بلور پلاستیک، بلور خب بچه ها صدای من اومد؟ خب خدا رو شکر. خب خوب، گرچه
آدم خیلی اذیت میشه ولی چاره‌ای نیستی. خب داشتم اینو میگفتم که میخوایم بریم سراغ بحث پرسپشن که اون قسمت سمت راست تصویر اون در واقع شبیه سازی به صورت آدم از یک محصول بود. گفتیم ویژگی هایی که مصرف کننده نهایی دریافت میکنه، این ویژگی ها میتونه نسبت به متریال باشه یا خود محصول باشه، شکل‌های مختلف محصول. در مورد متریال مثال زدم براتون، گفتم فرض کنید که ما داریم راجع به مثلا یک لیوان در واقع آشامیدنی صحبت میکنیم. دو حالت رو در نظر بگیرید، یه دفعه این لیوانه پلاستیکیه، یه دفعه از جنس کریستال و بلور مثلا چک هست. چه چیزی شما دریافت میکنید از این جفتش؟ هم مثلا فرض کنید شکلاش یکیه، فقط متریالش متفاوته. طبیعیه که شما وقتی اون لیوان پلاستیکی رو میبینی احساس ضعیف بودن، بی ارزش بودن آن، کم قیمت بودن، اینا رو در واقع پرسیو میکنی. در حالی که وقتی بلور کریستال میبینی، حتی وقتی هم که جفت اینا تو بوفه است، تو آشپزخونه است، ولی کریستال رو که میگی به به چه چیزی گران قیمتی، چه کیفیتی، چه زیبایی. درسته؟ پس پرسپشن ها بسته به اون مصرف کننده و یوزر نهایی دارد. حالا تو این تصویر تو اسلاید من به جای اینکه متریال رو بیارم آوردم محصول رو آوردم برای شما. دو تا در واقع محصول خودرویی که دارید میبینید که شکل‌ها و فرم کلیش با هم دیگه متفاوت است. تصویر سمت چپ یک خودروی با یک مثلا دریافت پاور، سپید و حالت فرض بفرمایید مثلا اگریسیو یا تهاجمی، در حالی که این خودرو سمت راست که شما تو این درس‌های طراحیتون به اینا فکر کنم میگفتید چی بچه‌ها؟ این یادآور فولکس واگن‌های زمان هیتلر دیگه، ریترو دیزاین میگفتید به نظرم. صدای من هست بچه‌ها؟ خب خوبه. این دوباره رو نگاه کن، به لحاظ شیپ و فرم چراغا رو نگاه کنید، اینا حالت گرد که میشه، یه حالت قلمبه که میشه، یه حالت دوست داشتنی و ناز و یه همچین در واقع دریافت هایی رو مخاطب ازش خواهد داشت. خب بعد میرفتیم جنبه های مربوط به استتیک بود که جنبه های مربوط به زیبایی شناسی باشه. به صورت کلی احتمالا این اونایی که رشتهشون طراحی صنعتی هست از شما میدونن، ولی اونایی که غیر طراحی صنعتی باشن مثل من شاید این بد نباشه واسهشون تاکید بشه که ویژگی های استتیک اونایی هستن که مربوط به حواس پنجگانه ما هستن. این تعریف در واقع موجود در منابع است. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که ما تاچ میکنیم، اون چیزی که ما میشنویم، آنچه که ما بو میکنیم و آنچه که ما میچشیم، این حواس پنجگانه است دیگه. درسته؟ حالا از بین این حواس پنجگانه از غذای روزگار اون استتیکه بیشتر روی سایت و ویژن و اون چیزایی که رو حس بینایی ما اثر میذاره قابل درکه. متوجه هستی؟ نه سایر موارد. سایر موارد خیلی سخته. البته شاید تو بعضی درس‌های دیگه‌تون شما خونده باشید، من نمیشناسم. مثلا ببینید یه بوی خوب، این بوی خوب رو چطوری میشه ذیل مثلا استتیک اومد و تعریفش کرد؟ برای خود من گنگه، چون من از بیس رشته طراحی صنعتی نخوندم. شاید کسی از شما بتونه اینو بگه. ببین تو منابع اینو داره میگه aesthetic attributes are those that relate to the sense. سنس های ما این 5 تاست. اون سایته که مربوط به دیدن شفافه. خب حتی تاچه هم شاید بشه خود، ولی مثلا صدا یا اسمل یا تیست دیگه یه خورده پیچیده میشه که شاید عرض به حضور شما که شماها بتونید بیشتر روش تحقیق کنید، توی آخرین مقالات و کتابای شما باشه. شاید هم هنوز روش کاری نشده باشه، من نمیدونم. ولی بیاید که راجب مثلا یکی از اینا که همین سایته باشه یه خورده تو این جدوله آقای اشبی توضیح داده. حتی هیرینگ، اونی هم که مربوط به ساونده، توضیحاتش هست، ولی گنگ بچه فهم اینها یه خورده به راحتی اون چیزی که آدم میبینه و میتونه توصیفش کنه به لحاظ استتیک نیست. مثلا سایت رو ببینید، optically clear, transparent,
ترانسلوسنت، اوپک، گلوسی، مات. اینا ویژگی های مختلفی است که آدم میتونه دریافت بکنه موقع در واقع دیدن اجسام یا محصولات مختلف. خب باز برگردیم سراغ اون شکل کذامون. دوباره شکل رو آوردم و اینجا این جمله رو زیرش آوردم که شما به عنوان یه طراح صنعتی موفق برای تولید و طراحی یک محصول وقتی میتونید خوب عمل کنید که ترکیبی از این موارد، یعنی متریال مناسب انتخاب کنید، فرایند تولید مناسب انتخاب کنید، به جنبه‌های استتیک توجه داشته باشید و پرسپشن های درستی رو در ذهن مخاطب یا کاربر ایجاد کنید که بتونه این اینتنشن شما رو قشنگ برسونه و دسترسی بهش ایجاد بشود. در این صورت شما تونستید یه محصول موفق خلق کنید و محصولتون داره یک آیدنتیتی یا هویت خاص داشته باشه، هویت اون محصول یا اون برند شما باشد. ترکیب ایناست که پس اهمیت داره. خب حالا تو این اسلاید من یه محصول خیلی مورد استفاده در طراحی صنعتی رو واسه شما آوردم. صندلی است. می‌بینید 6 نوع صندلی آوردم. شاید شما به عنوان کتابی رشته‌تون طراحی صندلی به جای 6 تا من 60 تا بتونید لیست کنید. خب که با توجه به متریال و روش‌های تولید مختلف اینا به راحتی از همدیگه قابل تمایز هستند. شما زحمت میکشید این صندلی‌های مختلف رو یه مروری میکنید، روش‌های تولید هر کدومشون رو و تا هفته آینده برای من میفرستید. برای این جلسه کفایت میکنه درسمون. برید یه استراحتی بکنید، منم باید استراحت بکنم که واسه کلاس بعدیم آماده بشم. اگر سوال خاصی نیست انشالله که میریم برای هفته آینده ادامه درسمون رو داشته باشیم. من از شما ممنونم. کلاس ما در طول هفته در اپلیکیشن بله ادامه دارد. مرسی آقای فیضی. بچه یه بار دیگه باید بگم متاسفانه جمله که اول ساعت گفتم من از عملکرد شما در اون اپلیکیشن بله خیلی راضی نیستم. لطفاً بیشتر کار کنید، فعالتر باشید. خدا حافظتون باشه. وقت شما بخیر.
You are currently the only person in this conference.